سلام بچه های افسانه دوستی من و اینک باز شنیدن افسانه های من فرا رسید. حالا باشد خواننده مکتب رقم 22 شهر سمرقند تویچی و لذیذ بانو برای شمایان شعر قرائت میکنند. مرحمت لذیذ بانو. مرغک شلشلپا احت خیلی خوشنما دختر کجا می روی چه جهایت از قفا چه چوکنام می دوی گوش نمگر چه جها ارزم دو کرمک دهم بیا بیا پیش ما تو بیخ 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 چو بیخ 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 چه جهای خوردن کرد خوردن دو تز گرده کرد کته هاتان سب سفید نر جهاتان زرده کرد با جهاتان تب تازه بهویو بگرده کرد دونه خیره دو شوید فر بهو بگرده کرد تو بیخ 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 چو بیخ بیخ بیخ. آفرین لذیذه. اینک بچه های عزیز به شنیدن افسانه تیار شوید. من امروز برای شمایان افسانه آروی عسل و پرشه را تیار نموده آمدم. روزی از روزها پرشه ویز زنان پرواز کرده می آمد که در راه با آروی عسل واخورد و گفت از کجا می آیی؟ آروی عسل گفت من از گلزار می آیم، از آنجا نحکت گل را چینده می آیم و پس بالای این برای خانه ام موم هم جمع کردم. مگر همین هم زندگی شد و منه به مانند من زندگی کن. من در خانه آدم ها ناز و نعمت های آنها را خورده مزه کرده سیر شده میگردم و بالای این باز در کنجکی خانه آنها خواب هم میروم. تو باز خانه میگویی، نحکت گل میگویی. مان. آروی عسل حیران شد و گفت مگر آن خوراکی که به مشقت به دست آمده است لذت دارد؟ آدمان تو را از سر دسترخوانش دور میکنند، پیش میکنند و آخر تو تومه تارتنک ها میشوی. مرا باشد آدمان تعریف و توصیف میکنند. من برای آنها از همه چیزی با لذت ترین عسل تیار میکنم. مان، من وقتی بیهوده برای تو ندارم، مرا از راه هم نمانان، من کاری زیاد دارم. گویان ویز زنان پرواز کرد و رفت. انا بچه های عزیز دیده تنبلی آدم را به چی آورده میرساند؟ برای همین نباید تنبلی کرد. به مانند آروی عسل باید مهنت دوست باشید و از مهنت کردن هیچگاه نگریزید. با همین عزیزان من افسانه امروزه ما به آخر رسید. برای همه شمایان خواب شیرین آرزو نموده بر شمایان خیر میگویم.